بیبی جانم می آید دل و جانم می آید از راه دور می آید به زور می آید بیبیم آید نخورسنگ کیسه هایش بریقند مویز و مغز می آرد چیزهای نغز می آرد بیبیم کنی افسانه بیبی جانم یگانه بیبی جانم می آید دل و جانم می آید روم کرپچه آرم بالشتی نرم گذارم نونکی گرم بیبی جانش شینانم خفه شده نمانم بیبی جانی خوشرویم بیبی قصه گویم بیبی قصه گویم شروع کنی نقره من میگم شروع کنی بیا میدم میگویم کدام سطلسته خیر اثرهای نصری بخوندید اثرهای نثری و نظمی معلومه از جامعه الحکایات سعدی شیرازی بوستان گلستان بهارستانی عبدالرحمن جامی از افسانه ها باشد سزای خیانت زنی به جامعه الحکایات صدرالدین سعدی شیرازی ام خیلی معلوم نوشته دیگه از محمد اوفی بخارایی از تحصیل اوسیبیان خوندی؟ نه من نخوندم از صدرالدین عینی خوبوسنامه خوندی؟ نه من امی سعدی شیرازی بوستان گلستان ای عبدالرحمن عنصر معالی کیکاووس کیکاووس یکان از گلستان بود از زیاد نکم حکایه از زیاد کردم حکایه هر یک حکایه گلستان پایانش دارد یعنی همون حکایه مضمونش در 4 مصرع یا 6 مصرع آورده شده است یکان حکایهش بود ملک زاده را حکایت میکنند که روزی از روزها به خانه مرد میرود و به خانه یک مرد کم بغل میرود که آن 100 گوسفند دارد با او سوال میده و با او وقتی که همین ملک زاده به خانه همان میدراید با وی یک سر گوسفند میکشد و به پیش وی میآورد هر وقتی که همان مرد همان یک سر گوسفند او را میخورد میگوید این قدر بامزه چه لذتی دیگر دارد هر وقتی که همین سخن را ملک زاده به وی میگوید همان مرد باز میرود یک سر گوسفندی دیگر را میکشد وقتی که همین ملک زاده از جایش میخیزد میگوید به خانه اش رود همان میبیند که در روی حولی یعنی خونهای بسیار از خون روی حولی خیلی هم خونشار میباشد و با وی سوال میکند که این خونی چی باشد میگوید هر وقتی که تو همین سخن را با من گفتی من همین یک سر گوسفند خود را کشته و پیش تو آوردم با عوض همین همه سخنانی همان شخصی کم بغل همان ملک زاده با وی 100 سر شتر و یک سر گوسفند میدهد و همان مردمانی که با همراهی ملک زاده بودن با وی سوال میدهد که تو به عوض یک سر گوسفند او با او 500 سر شتر و 500 سر گوسفند هدیه کردی گفت همین من نصفی چیزی هایی که خودم داشتم نصفی آن رو دادم اما اون چیزهایی که داشت همش را به من داد حکایه سمپوش و کجدون از کدام اثری است؟ با سمپوش کجدون از درون چی میبراید دریا از گلستانی سعدی شیرازی است ما راحت چند بهتر پروردیم چون یک خشم آورد کیفر ولید سفلت طبعی مار دارد به خلاف جهد کن تا روی سفله ننگرد چی میفهمیدم چی؟ در همون حکایه وقتی که همون سنگپوشت را بعد سنگپوشت کژدم را میبرد وقتی کژدم همون را از پشتی وی چی میکند با وی میگوید که چرا با من خیال میکنی من قدر به سزای خوبی تو همین را کردم در همون کتاب همین را میفهموند که یعنی همه سزای نیکی بدی است یعنی سفلت چی من دارد؟ سفلت سفلت این مار دارد به خلاف سفلت چگونه نمارا میگن آدمای خوب میگن آدمی بد شما باید باید کلمه‌ای که در شعر استفاده می‌شود شما باید که همون معنای لغویش بدونید و در کدام و میتواند یک کلمه چند معنی داشته باشد کدام معنی خطی استفادهش دیگه است من گلستان در کار باشه مثلا گفتم که کشتون نشی
دوستانی جان شیرین میرزا ترسونزاده جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من منزل راه تو بود، یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود، آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نآمد خواب هم. به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دلغش کرد چون اطفال شد. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم صدای عاشقان، سرودی عاشقان. به تو در توی و تماشاها شدم، به تو گاه بلبلی گویا شدم. به تو در وسط زنان گفتم سخن، به تو در مجلس فشردم دست زن. لیک در روی نظر روی تو بود، روی نظر روی تو بود، یادی بها و چشم و ابروی تو بود. شریفه هم موضوع بسیار قابلیت خوب داره، فقط سررسیمه نشنوید. اما یکان جایی و استیار داده نشوید، سررسیمه نشوید، صدای خوب داره، از موتور هم بسیار خوب است. فقط حرکت کردن در کار که همین احساسات را از وجود ما چکار کنه؟ دور کنه. بعد معلومه چرا که معلومه گفتن بسیار مسئله خوب دادن، سررسیمه نشوید. شعر با تمامی نازکیش، با تمامی حسیات. اگر شعر ما با حسیات نخونیم، شعر به قلب بیننده و قلب شنونده نمیرسد. این چیز یقین است. حتی اکثریت در شعر گریه میکنند و اون درجه با همون منظره و همون واقعیت آزا میشن، وارد میشن که اشک از چشمشون جاری میشن. اما همین احساسات در وجودتون تربیت کنید. بهترین سوال